همش از سبزی شروع شد و با ابتکار اکای احمد از هویت، یک منطقه کوهستانی تاجیکستان. احمد و دوستانش بر رادیوی آزادی ویدیوی یک ابزاری اختراع کرده اشون را فرستادند که سرعت ریزه کردن سبزی و همین گونه آمدن طبق پلو بر روی دسترخوان را تیزتر میکند. پرچه برخون نیست نگهش که دیده بچون یاد بگیره که بعدی احمد و دوستانش بچه ها از فیض‌آباد یک اختراعات خود را به نوار گرفته فرستادند که ریختن خشت را آسان میکند. البته خشت‌ریزی کاری آسان نیست و برای آن وقت بیشتر لازم است، ولی ما اینجا بچه های فیض‌آبادی را چقانتر کردیم. در این بین فرخ و سهراب از ناحیه فیض‌آباد با نمایش اختراع خود اسباب آسان کردن کاشیکاری هیاهویی را در اینترنت برانگیختند. ویدیوی آنها را در کانال رادیو آزادی در یوتیوب و در فیسبوک بیشتر از 500,000 بار تماشا کردند. نورسان تاجیک نیز بلندپروازی‌های خود را بر رادیو آزادی فرستادند. یکی از آنها احمد جان عبدالقیوموی 11 ساله ماشینش را فرستاد که به گفته خودش در آینده هم پرواز میکند و هم شنا. شما هم سال آینده بلند پرواز باشید و ویدیوهای خود را بر رادیو آزادی بفرستید و معروف شوید.